نوع مقابله. اگر در سنگر جهاد مقابله داری، ضرورت به اسلحه داری، به انتقال موتر و گپا داری، بنان و نفقه داری، از پشت سری خود از اولاد خود مطمئن باشی که اولادم گشنه تشنه باقی نمانده. ستون فقرات جهاد انفاق است. پیغمبر علیه السلام که دعوتش رنگ گرفت، در پای استاد شد توسط انفاق ابوبکر رضی الله عنه شده. امتیازی که ابوبکر داره و دیگه امت به او رسیده نمیتونه، به خاطر است که در روز اول، در روز سختی، در روزی که هیچ کس یار و همکار و مددگار نبود، ابوبکر یار و همکار و مددگار محمد رسول الله بود. نه تنها با جان، به خانه، به اولاد، به مال، هیچ چیزی خود از پیغمبر دریغ نکرده. امروز اگر یک طایفه بگوید که نه علی رضی الله عنه شخصیت بود، ما میگیم بله شخصیت بود لیکن خرد بود، روزگاری سخت زیاد تیر نکرده. و مشکلات بزرگی که سری پیغمبر در ساعت اول آمده بود، او مشکلات شانه به شانه ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر بالا کرده. از این خاطر پیشتاز در امت است. تعصب نکو، با انصاف فیصله بکو که واقعا روزگار اول که کسی استادگی میکنه او پیشتاز میباشه. پسان خو مردم زیاد میشه، مردم بازار کار کرده رویسته، از شرم مردم هم یک کار آدم میکنه. امتیاز دیگه شبیبی علی رضی الله عنه بچه کاکای پیغمبر است. علی رضی الله عنه بزرگترین جگرگوشه و محبوبترین فرزند خدا فاطمه رضی الله عنها را به نکاحش داده. علی رضی الله عنه اگر دیگر لحاظا نباشه، از این لحاظم پشتیبانی پیغمبر بکنه. امروز همین پشتیبانی ها وجود داره یا نه؟ داماد قطع سخت مخالف است، اما در روزگاری که مردم سر حمله میکنه قطع دستات میشه نمیشه، بچه کاکا قطع دستات میشه، دیگه وقتا قطع دشمن است. اما ابوبکر رضی الله عنه هیچ نورشته با پیغمبر نداره، آدم بیگانه است و پیغمبر واقعا نصرت کرده. تو بی تاریخ عالی به انصاف بی تو را به الله قسم. از همون خاطر میگه که عمر رضی الله عنه میفرمه که اگر در مقابل کلی امداد و کمک و همکاری اسلامی ما ابوبکر رضی الله عنه یک شبی که در غار ثور قطع پیغمبر علیه السلام تیر کرده، امو فضیلت برای ما بده، ما آماده استم که برش بدم. یک شبه او شبی بود که جان ابوبکر در خطر بود. خو علی رضی الله عنه هم اگرچه جانش در خطر بود شناخته بود، پیغمبر برش گفته بود، وقت خبر کرده بود که بری تو گزنده نمیرسه، خدا جای ما تو خواب بکن. قرار ده بستر ناس خواب کرده. ابوبکر رضی الله عنه است که مارم پایش میگزه، پایای کفار میبینه. این حال شما فیصله کنه. اگر یک طایفه بخیزه همچو شخصیت بگویه که نعوذ بالله غاصب بود، ظالم بود و این مرتد شده، او طایفه مسلمان باقی میمانه؟ شما بگی، این فیصله در دست شما، این انصاف در دست شما. به انصاف تاریخ مطالعه بکن، تعصب نکن، ذهن وسیع داشته باش، در موردش ببین. خودت یک دفعه زندگی ابوبکر رضی الله عنه قطعش مطالعه بکن که چی کرده در روزگاری که در خانه خود چیزی را هم نمانده. موقع جهاد از عمر رضی الله عنه میگه پیغمبر اعلان کرد که در جهاد میرم، هر چیزی که داری بیاره. ما همین دفعه قصد کردم که از ابوبکر رضی الله عنه پیش چی میکنم؟ پیشی میکنم. رفتم در خانه که می چیزی داشتم نصف کردم، هر چیزی که داشتم نصف کلش آوردم کرد کردم در پیش پیغمبر. زمانی که ابوبکر رضی الله عنه آمد از ما سوال کرد چی کردی عمر؟ ما گفتم نیم چیزای خانه خودم مکمل آوردم. زمانی از ابوبکر سوال میکنه، میگه که کلی چیزا را آوردم، کلی چیزا را. گفت اولاد چی کردی؟ گفت به الله سپردم شه، به الله ماندم شه. الله اکبر. گفتم که نه عمر نمیتونی دیگه مقابله رقت ابوبکر، تو نیم آورده خوش هستی که اینا نیم آوردم. اینا شخصیت ها که اولاد خود به الله گذاشته، هیچ چیز باقی نمونده. هر کس ابوبکر شده نمیتونه. گپی ما ده کجاست؟ و انفقوا فی سبیل الله. کامیابی جهاد بدون انفاق پدری کسی را کامیاب کردن نمیتونه. مجاهد هستی جهاد کردن نمیتونی بدون انفاق. از همون خاطر مجاهدین در هر سرزمین به انفاق خیلی زیاد ضرورت داره. بهترین مصرف زکات
در هر نقطه‌ای که به خاطر رضای الله مردم جهاد میکنه، بزرگترین مصرف زکات اونم واسطه. از همون خاطر شما در ممالک عربی میبینی که مؤسسات خیریت زکات ها را جمع میکنه و روان میکنه به او کسایی که واقعا مجاهد است. چرا؟ اول مصرف یا مصرفی که خیلی مهم است ام واسطه. مجاهد نباشه، سرحد اسلام نگاه نکنه، تو ختمای تراویح تا به آرامی انجام داده میتونی؟ احکام اسلامی را به آرامی جاری کرده میتونی؟ کلا قطعا نه. مجاهد که غنی هم باشه تو برش زکات داده میتونی. اهل و عیالش باید اکمال بکنی، دیگه دستت که نمیرس همی قدر خو میتونی. قرآن براتان میگه وانفقوا فی سبیل الله. هر میدان مبارزه بی انفاق نمیره. من ترجمه قرآن دارم. اگر ابی دوستایی که الله در مال و در اولاد و در همه زندگیشان برکت زیاد پرته، یا اقدام نکنه، یا کمک نکنه، موتر نگیره، لاسپیکر نگیره، وسایلی که ما ضرورت داریم ای را آماده نکنه، میتونیم ترجمه؟ میتونیم. امی بسیار درد دارم، بسیار احساس دارم، به کی برسانم؟ چه قسم برسانم؟ ببینی سر ما آنقدر محاصره آمده جای نداریم، جای برای ترجمه نداریم. مساجد الله که از او هیچ کس منع نمیشه، ما منع یا نمیشیم، کس برای ما موقع نمیده که حتی ترجمه قرآن بکنیم. شما دیدی که نه میدان فرهنگی، نه میدان اقتصادی، نه میدان سیاسی و نه میدان جنگ عملی بدون انفاق فی سبیل الله. از همون خاطر الله امی آیت روان کرد. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میگه به الله قسم زمانی که آیت نازل میشه مورد و مقصدی آیت ما خوب میدانم. ما انصار بودیم، تا نمو وقت سخت مبارزه میکردیم به همراهی پیغمبر. یک دفعه که اسلام یک کمی وسعت پیدا کرد، پیشرفت پیدا کرد، گروه ها زیاد داخل اسلام شد، در دل گفتیم که حالی خوب قدر زیاد نیاز به ما باقی نمانده، بیا کمی اصلاحی چی را بکنیم؟ ملک و وطن و باغ و بوته خدا بکنیم. الله تبارک و تعالی گفت اینجا برای ما چی کرد؟ آیت روان کرد و انفقوا فی سبیل الله. الله برای ما امر میکنه خرج کنه. خدا کجا خرج کنیم؟ فی سبیل الله. این حالی کسی که مؤمن است در جستجوی عزیز که فی سبیل الله را پیدا کنه. پیدا فی سبیل الله کدام است؟ بله مجله ها چاپ میشه، فتواها طلب میشه، در مؤسسات خیرات زکات رواست، فلانی دکتر صاحب قرضاوی و فلانی عالم و فلانی عالم فتوا داده. برالا پس موضوع این مسئله اختلافی است. یک تعداد علما به مؤسسات خیره، به جمعیت های خیریه میگه زکات دادن جایز است، چرا که خدمت به دین میکنه یا هم در جمله فی سبیل الله میره. اما یک تعداد کثیری علما میگه که نه، مصارف زکات در قرآن کریم مشخص است، غیر از او به دیگه کس داده نمیشه. خب قرآن چی برای ما میگه که به کی بدیم؟ قرآن برات میگه وانفقوا فی سبیل الله. اولین مصداقی که کسی در راه الله مقابله داره او را باید تو پیدا کنی مؤمن. کی است؟ یقینا که از جان مال از همه چیزی خود تیر است، او را تو پیدا کن. قرآن برات میگه وانفقوا فی سبیل الله، در راه الله، در راه تنظیم نه، در راه قوم نه، در راه ازی که آینده باز ما یک چیزی کردیت از اینجا میگیرم، در راه از او نه، در راه الله. منظوریت فقط خدمت دین الله باشه، در اونجا مصرف. ولا تلقوا بایدیکم، نندازی به دستای خود الی التهلکه، ده هلاکت. خدا به دسته ده هلاکت نندازی. چند تفسیر مفسرین کرده، کلش ما براتون میکنم. ولا تلقوا بایدیکم، به دست خود خدا نندازی الی التهلکه، به هلاکت. ابو انصاری رضی الله عنه گفت در راه الله انفاق بکنه، جهاد ترک نکنه. اگر انفاق نکردی، جهاد ترک کردی، پس خدا به دسته ده هلاکت انداختن است. خود به خود تو ده هلاکت هستی. نگویی اگر تو انفاق نکردی، جهاد تقویت نکردی، اگر تو جهاد ترک کردی، نگو که برو اون من دیگه ضرورت ندارم، من نمیکنم. خود به دسته ده هلاکت انداختی. به دسته توم نکردی، اوم نکرد، اوم نکرد، انفاق نکردیم، زمینه را برای غلبی کی مساعد کردیم، بس دیگه. او که آمد باز تو بچه کاکایش هستی یا بچه مامایش؟ هیچ چیزش نیستی، هیچ چیزش نیستی. اما معامله را که به امرای برادر دیگه میکنه، قطیتون میکنه. دوم
ولا تلقوا بیایدیکم الی التهلکه، نندازی خود به دستای خود به هلاکت. از رحمت الله تبارک و تعالی ناامید نشوی، نعوذ بالله در سرحد برسی توسط گناهایتان که بگویی که الله ما را نمی بخشه. این به دست خود در کجا انداختن است؟ قرآن بر ما میگه که گناهیت هر قدر بیشتر باشه از رحمت الله ناامید باز دی تو ماه مبارک رمضان. ما و شما کدام انسان است که گناه از پیش سرزد نشده باشه؟ اما این ما کدام ماست؟ ما است که به الله خود رجوع کنیم. الله بخشنده و چیست؟ دو ترجمه. سوم ترجمه وانفقوا فی سبیل الله، خرج کنید در راه الله لیکن به اندازه خرج کنید، طور کار نکنید که ولا تلقوا بیایدیکم الی التهلکه، به دست خود در هلاکت نندازه. انفاق به قدری اندازه کرده که به اهل و عیالتان هیچ چیزی باقی نمان. سبا واز گوشنگی میمونه؟ نه، به اندازه وس و توان و آن مقداری که بری تو باقی بمانه. دیگه ترجمه و انفقوا فی سبیل الله، خرج کنید در راه الله، ولا تلقوا نندازی بیایدیکم به دست خود الی التهلکه، به هلاکت. در گناه خدا نندازی که سبب هلاکتتان میشه و توبه نمیکنی. نعوذ بالله زنا میکنه که هلاک میشه. چرا؟ سنگسار میشه. قتل نکنه که باز قصاص میشه. مرتد نشوه که باز کشته میشه. این کار را نکنه. پس کسی که مرتکب این جنایات و گناه میشه در حقیقت به دست خود در کجا انداخته؟ ده هلاکت. دیگه ترجمه و انفقوا فی سبیل الله، خرج کنید در راه الله تبارک و تعالی، ولا تلقوا بیایدیکم الی التهلکه، در دست خود در هلاکت نندازی. میراثا را میگیره، مالا را جمع کرده را ایسته، لیکن در یک موردی که ضرورت پیدا میشه شما مصرف نمیکنه ولو که قریبی تان است. این به دست خود در هلاکت انداختن است. دیگه وانفقوا فی سبیل الله، شما خرج کنید در راه الله تبارک و تعالی، ولا تلقوا نندازی بیایدیکم به دست خود الی التهلکه، به هلاکت. چه معنا؟ در دنیا مصرف نمیکنه، امی مال از دنیا از دستتان میروه، در آخرت در هلاکت میفتی. چرا؟ الله سری تان واجب و فرض کرده بود که از این مال مصرف کنه، زکات بده یا حقوق واجبی دیگه که در کدام وقت براتان میسر میشه، این را باید پورا بکنه. ولا تلقوا بیایدیکم الی التهلکه، خرج کنه در راه الله، خدا نندازی در هلاکت. از مال حرام نعوذ بالله خرج نکنه. چرا؟ به خاطری که از مال حرام خرج کردن خدا در هلاکت انداختن است. چرا؟ الله رد میکنه، باز میگردانه سری تو. این کار را نکنه. این معناهایی بود که در تفاسیر نقل شده، مفسرین آورده. این معنایی بود. در مورد مسئله که خود در هلاکت نندازی، خودکشی نکنه، موضوع را ولا تقتلوا انفسکم پیش براتان گفته بودم. شرایط انتحار چی را میگه، استشهاد چی را میگه، در کدام موقع استشهاد درست است، در کدام وقت نیست، شرایط براتان بیان کرده بودم. اینمون موضوع در اینجا هم میشه. خو اصل مهمترین موضوع در اینجا مصداقش نخرج کردن است و این موضوع مهم موضوع است. یادتان باشه که تاجر ما مصرف نکنه، مراکز دینی را احیا نکنه، جوانای ما در دامن یهود و نصارا میفته بنگی برالا. او برش اینترنت کلاب جور کرده، او برش سینما جور کرده، او برش چینلای تلویزیون خیلی زیاد کرده، او برش موبایل با قیمت ارزان در اینجا عرضه کرده. تمام روز دختر و بچه جوان ما فکرش قطعی نعوذ بالله زندگی عشق بازی است، خیر و خلاص. اینجا است که ما هلاک میشیم. نه، بیایید مصرف بکنیم. مصرف تنها در زکات نیست، بعضی موارد و بعضی اوقات میشه که سر ما فرض میشه مصرف. امی عصر اینمی زمان فرض است سر ما مصرف. در مقابل تلویزیون مزخرف یزو تلویزیون درست جور کردن، پانتون مزخرف یزو پانتون درست جور کردن. او میدان برات مزخرف جور کرده، تو سالم، تو درست برش جور بکن، مردم سوق بدی به این طرف. الحمدلله عالی، ما بالکل میبینیم او توجه و او عنایت و او مرامی که جوانای امروزی ما دارن. الحمدلله شما ببینید به پولی خود بسیار به جاهای دور صرف به خاطر انجام عبادت میره، صرف به خاطر شنیدن سخن میره، به این خاطر میره که ما با قرآن آشنایی پیدا بکنیم. هیچ نوع امتیاز برش داده نمیشه، اما بالمقابل هر نوع امتیاز برش هست، هر نوع خوشحالی و خوشبختی موقت برش وجود داره. اما همین جوانی ما باز رو را به دین آورده. الحمدلله
اگر ما و تو یک کمی هوشیار شویم، مرکز تقویت بدیم، ما باز بالکل هیچ حراسی نداریم از دنیای کفر. نه کس یهودی میشه نه نصرانی میشه. خب با تاسف که ما و تو مرکز قوت ندادیم، از او خاطر در بدر زمین مساعد به کی میشه؟ او روز براتان گفتم که ایتام ما در دامن یهود و نصارا چی میشه؟ تربیه میشه، کلان میشه. مجبور است که اون نصران یاد بگیره، انجیل بشناسه، قرآن نشناسه، او عیسی علیه السلام بشناسه، محمد رسول الله را نشناسه. چرا؟ از خردی تا کلانی را امو تربیه را دیده، خاص دستی تو دیده. او تاجری محترم، او سرمایه داری محترم، یک کمی فکر بکو. قرآن برات میگه وانفقوا فی سبیل الله، در راه الله مصرف کو، ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، با دست خود در هلاکت نپرتو. در بدریسته خوب متوجه باش دنیا کدام طرف روان است، چی کار میکنه. امروز از جبهه نظامی کرده جبهه فرهنگی خیلی گرم است، خیلی قوت گرفته، خیلی در بدری نصیبی جامعه ما از طریق فرهنگ شده. نشده؟ لباس مردم ما را ببینه، حرکات مردم ما را ببینه، عادات مردم ما را ببینه که کدام عادت است، کدام لباس است، کدام چیزا خیلی زیاد چی آورده. ولی قرآن برات میگه خدا به دست به هلاکت نندازی. و احسنو، کارای درست بکنه. احسنو کلمه خیلی وسیع است. احسان بکنه، امر بالمعروف نهی عن المنکر، احسان مالی، مصرفای مالی بکنه، احسان بکنه در دعوت، مردم ها را دعوت بده. میبینی که اینی برادرم میره دونمو مرکزی فساد میره، باید جستجو کنی، اول خودت برش دعوت بدی، اگر نمیتونی دعوت یک نفری دوستی دیگر را برش پیدا بکو، از راه دیگه برش پیش بیا تا که از مرکز فساد چی شوه؟ من شوه. تلاش بکن. این احسان میگه. احسان یک مفهومی خیلی عام است، وسیع است. آلی احسان، آلی ما چطور میتونیم احسان در ترجمه چطور احسان میتونیم؟ یک نفری جدید آمده، آلی او را بد سعی نمیکنیم، جای برش میدیم، از پیش سوال میکنیم از کجا آمدی؟ بخیر، الله برات اجر بده، هر روز میایی، چی مشکل داری؟ در مسیر ما اگر باشی قطع ما موتر است، ما تو را ورداشته میتونیم. این را میگه احسان. این احسان است. احسان در عقیده، احسان در عمل، احسان در اخلاق. الله میگه واحسنوا، فقط فرمان عمومی است احسان کو. احسان نفید به مردم برسه، نفید به مردم برسه، عمرت یک دم ثمر بخش باشه. اینی را احسان میگه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی یحب المحسنین، دوست داره کسانی که محسن است. احسان در عبادت چی را گفته بود؟ ان تعبد ربک کانک تراه. عبادت الله را طوری بکو که الله تو را میبینه. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. اگر تو نمیبینی الله میبینه. احسان بکو در نمازی، در تراویح، در تلاوت قرآن کریمت، در کلش احسان بکو. و اتم الحج والعمره لله. آلی حکم دیگه مسئله حج بیان میکنه. تمام کنی حج والعمره، عمره را لله خاص برای الله تبارک و تعالی تمام کنی. حج تمامیت کی میشه؟ که تو شروع کرده باشی. حج خو فرض است، بیا از او که شروع میکنی باید از بین نبری تا که آخر نرساندی. عمره با وصف که اختلاف است که واجب است یا سنت است. اگر واجب باشه خونه اتمامش باز ضروری است، اگر سنت باشه یعنی نفل باشه، آل اتمامش چطور است؟ در نفل نماز و در نفل روزه انسان اختیار داره، دلش در آخر میرسانه یا نمیرسانه. مسلک جمهوری علما همیست. اگر چه علمای احناف چی نمازی نفل باشه یا چی روزه نفل باشه، کمی شروع کردی سری تو لازم است اتمام، اگر میده کردی باطل کردی سری تو لازم است قضا. و میگه لازم النفل بالشروع، نفل به شروع لازم میشه خلاص. لیکن جمهوری علما قائل به است، اکثریت علما، که نفل به شروع لازم نمیشه. چرا؟ نفل یک امر اختیاری در پیش بنده است. الله بنده را اختیاری مانده. اگر تو شروع بکنی اختیارم نداشته باشی، باز خو اختیاری نشد، باز خو امری لازمی شد. بله قضا آوردنش مستحب است. نماز شروع کردی 2 رکعت نفل، بعد از 2 میده کردی، قضای شبیار مستحب است، واجب نیست، الله تو را نمیگیره. روزه را شروع کردی، آلی در عین چاشت میمان برات آمد، آلی قطع میمان نان میخوری؟ نه، بخو قطع میمان نانی تا این سری تو اتمامش لازمی نبود. دیگر روز اگر قضا آوردی مستحب است، خب کار است، اگر نه آوردی واجب سرت نیست. اما در مورد عمره کل علما اتفاق داره که شروع کردی اتمام هم سرت لازم است، تکمیل بکو. چرا که الله فرمان داده و اتم الحج والعمره. اول مسئله برای ما میگه که حج و عمره را در اکمال برسانیم. خب مهمترین چیز در حج و عمره چیست؟ لله،
برای الله است که حج بر رضای الله، عمره بر رضای هیچ نوع شهرت طلبی، نعوذ بالله ریایی، سمعت، خودنمایی دیش نباشه، گپی دیگه، لحاظ دیگه قطش نباشه. این اولین شرط حج و عمره اینه میسته که برای الله باشه. ما زمو خاطر تاکید داریم که او حاجی صاحبا نکنه شهرتا را نکنه برای خود، خاص به خاطر رضای الله بروید که حجتان واقعا حج شود، شما تاثیر پیدا کنه، انقلاب بیاره، حالت سابقه تو قطع فعلی مقایسه نشوه، خوبی تو بالکل واضح به مردم شوه. اول شرطیسته خاص به خاطر رضای الله باشه، اتو نباشه کدام لحاظ دیگر کرده باشی. فإن احصرتم، آلی اتمام حج و عمره ضروری است مگر یک صورت استثنایی داره. فإن احصرتم، اگر شما بند کرده شده، فمستیسر، لازم است بالای شما، ما او فدیه را، استیسر که آسان است، من الهدی، از قربانی، یک قربانی سرتان لازم است که او باید کشته شود در اونجا در محلش و شما خود حلال بکنه. پیغمبر علیه السلام هم نیت عمره را کرد، وقتی کفار نماند شه، بعد از او خود حلال کردن، قربانی کردن، سرا را تراشیدن. این را به نام احصار یاد میکنه، حاجی را به نام حاجی محصر یاد میکنه. قضا سرش لازم است در سال آینده در دیگه وقت. خب آلی تو بند شدی، تو را نمیمانه بعدای مراسم حج، از او خاطر چون احرام بسته کرده ای، آلی وقتی از احرام خدا میکشی که تو یک قربانی را چی بکنی؟ بدی، حلال کنی. ولا تحلقوا رؤوسکم، شما سرایتان حلق نکنی، همچنان قصر نکنی مویایتان، حتی یبلغ الهدی محله، تا ای که قربانی در جای حلال کردنش برسه. این حالی امی قربانی در کجا حلال شوه؟ مسلک احناف است که در حرم بروه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه در حرم یا در حدود حرم باید ای کشته شوه، لیکن جمهور علما میگه نه، در هر جایی که بند شدی همونجا حلال شوه. و این گپ درست است. ما بند شدیم رفتم حرکت کردم در ایران دیگه مرا نماندن، قطع کردن، پس دور دادن، آلی در احرام هم هستم، در عراق مرا دور دادن، در یک منطقه دیگه دور دادن، آلی همی قربانی مرا کی در حرم برسانه؟ هیچ امکان نداره. در این طور زمان و امام صاحب اگر این طور حالی قربانی را برسانیم خب در بدر میشیم. کی میبره قربانی مرا که در اونجا حلال شود؟ حکم سخت است یا نیست؟ کی عملی کرده میتونه؟ لیکن جمهور علما میگه در هر جایی که بند شدی همونجا قربانی تا حلال کو، سری تا تراش کو از احرام خدا، بگه بکش حلال کو خدا. اینی بری تو راه است، اینی حکم است. فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، بله مراسم حج یک سلسله وضعیت‌های خاصی داره، آداب خاصی داره، باید کلش مراعات شود. چرا؟ حج سفری است که مکمل خود قطع میکنی از زندگی و مادیات دنیا، از اقارب و خویشاوندا، از قوم و قبیل، مکمل توجه تا طرف الله تبارک و تعالی میگیری. وقتی که توجه تو طرف میکنی، پس آن چیزی که سبب زیبایی و زینت وجودت میشه که تو را متوجه وجود میسازه، امو چیزا را بعد از بین ببری که به توجه کامل طرف الله باشی. از امو خاطر کالای خواب، دختگی و یخندار و گپا را مکمل میکشی.